خبر باش سوال داریم میریم امید احمدی صفا رو ببینیم، بوکسور تیم ملی، یعنی بوکسور قبلا تیم ملیه، بوکسور المپیکی. بابا بنده خدا از یه شهر دیگه اومده، یعنی انقدر اکسایتدم ببینمش که خیلی خیلی ذوق زدم، به خاطر اینکه من امید خیلی با هم رفیق بودیم، کلی کارهایی کردیم که اصلا نمیتونم اینجا بگم چون ولی خیلی با هم رفیقیم. بعد به خاطر من یه شهر دیگه اومده، منم می‌خواستم برم البته بازیشو ببینم پاریس المپیک که نشد، یعنی داستان داشتیم دیگه، ولی الان دارم میرم ببینمش، خیلی ذوق زدم. بریم دیگه، یعنی از فایت قبل، یعنی از فایتم بیشتر به خاطر امید من اومدم. فایتم حریفم عوض شد، حریفم خیلی بوکسور آنچنانی نبود، بعد گفتم با ول کن، اصلا به خاطر این کیت میره تا آلمان برای یه فایت معمولی. و امید بهم پیام داد، گفت من هتل گرفتم، گفتم آقا میام، حالا هر کیو گذاشتین روبروم میام، فقط به خاطر امید. حالا نمیدونم ایر بی ام بی کرده یا هتل، ولی همینجاست، بریم ببینیمش، حالا با ما باشین دیگه. امید دهنت سرویسم، دارم فیلم میگیرم. امید لعنتش کنه، آلمان چی کار میکنه؟ اشکم نمیاد به تو. لعنتی کجایی؟ خفت کنم. بابا اینجا چی کار میکنی بابا؟ ما تو ملار بودیم الان، پیش دایی بودیم. اشکم نمیاد. برو گم شو. دیار رفیقم. امید بهترین رفیق، یعنی به خدا انگار قسمتی از منه. ما خیلی با هم رفیق بودیم، خیلی با هم رفیق. زود گذشت. فاک چرا با توی دنیا رو ببین، دنیا به این بزرگی بچرخه باید بیام آلمان. فاک هم دیگه رو ببینیم. فاک اوی چه خوشتیپ شدی. نوکرتم آوه آلمانه. لعنتی یعنی من دلم برای اکسام انقدر تنگ نشده، برای امید تنگ شده. آقا فکر کنم با این ور بریم. کجا؟ بریم چی میگن تو این شهرش این وره. بریم تو شهر؟ آره بریم چیزی بخوریم دیگه تا قبل که بسته بشه همه جا. امید خوبی؟ من در اتاق قفل نکردم. خب برو قفل کن بیا. آره اوکی. من در اتاق قفل نکردم. اوکی برو بیا. ببین اشکم در اومد دیگه. فاک ما خیلی با هم رفیقیم، یعنی هر دومونم خیلی اخلاقمون شبیه همه، هر دومونم متحد مهریم، بعد نزدیک همیم. خیلی خاطره با هم داریم و خیلی همدیگر رو دوست داشتیم، یعنی تو تیم ملی. شد رفت از ایران؟ متاسفانه رفت که مسابقه با اسرائیل مسابقه داشت، بازی نکرد دیگه. حالا نمیدونم واقعا چه، نمیخوام راجع به اوناش صحبت کنم چون نمیخوام و خودش با حرف بزنه، اما افسوس که مثلا همچین استعداده، من مثل امید هیچ وقت اصلا تو تاریخ بوکسمون سبک وزن نداشتیم اینقدر خوب و اینقدر بوکسش یعنی خوب بود، یعنی حالا نمیخوام راجع به بوکسش صحبت کنم، ولی ما اینقدر رفیق بودیم تو تیم ملی، مثلا جوایی بود که رو سلام علیک میکردین، اما موقعی که امید میرفت مسابقه میداد من ضربانم یعنی رو لباسم معلوم بود، اونم همینطور، یعنی میرفت مسابقه میداد منم یعنی واقعا قلبم حتی موقعی که تو یه مسابقه با هم نبودیم، یعنی من تو تلویزیون میدیدم اینو یا اون. خدا لعنت مایک بودومسکی. من سالیوانم مایک بودومسکی. امید خوبی؟ مرسی اومدی امید، میدونم اینجا چقدر سخته واقعا، مثلا یه شهر دیگه بیای و اینا. وظیفه‌م بود. قربونت برم عشق منی، عشق من. به خدا خودم 10 روز دیگه هم مسابقه دارم. به سلامتی. گفتم بهش که خانومم قرار بود رفیقم بیاد با هم بیاد، دیشب هم حتی برنامه هالووین داشتیم. خب ایول. آره بعد قرار بود بنده خدا بیاد، دیشب دیگه زیاده روی کرد. امروز چیز شد کلا سر و ته شد. میدونم سر و ته شد
بعد بهش گفتم که اینا وایس داد داشتم میدید شرمنده من حالم خیلی نمیتونم گفتم نداره نه فرساید من میرم ناراحت نمیشه. گفتم تو چرا ناراحت بشم؟ دمت گرم که اومدی. میدونم من رفیق منه، من میخوام برم رفیقمو ببینم. مرسی دوست داشتی بیا دوست نداشتی میدونم که سخته ولی خیلی سالار که گفت میاد واسه المپیک فرانسه من خیلی خوشحال شدم. آره گفتم واقعا بالاخره رفیقمون رو میبینیم بعد از مدت ها. بعد نشد تا الان اینجا که گفتم مگه میشه اومد بیاد آلمان بعد من نرم، حتی اگه هامبورگ هم بود، حتی اگه کلن بود، هر جای دیگه هم بود من میومدم، چون دیگه چی میگن این اتفاق پیش نمیومد. آره واقعا دوباره شاید 3 سال دیگه 4 سال همدیگه رو که میبینیم همدیگه رو که میبینیم. من امید پاس آلمانیا بگیرم فردا ایشالله حتما نه همدیگه رو که میبینیم، ولی در کل دوباره یهو بعد 5 سال بعد دوباره این بخواد وقتی بیفته بشه 10 سال آره. ولی جالبه که تو این 5 سال یعنی حالا بوده من خودم میگم و با خیلی از آدما ارتباطم که مثلا ایران اومدن بیرون کم شد، یعنی قطع شد حتی، ولی با امید هیچ وقت، یعنی همیشه همینجوری، چون که میگم یعنی مثلا رفاقت تو شاید اگه 20 سال دیگه همون نمیدیدیم همین حس رو به هم داشتیم واقعا. من واقعا میگم بعضی رفاقت‌ها چیزه با اینکه دورم هست ولی اصلا مسافت معنا نمیده. سجاد کاظم‌زاده اومد من تایلند بودم، یه ماه تایلند بودم. سجاد کاظم‌زاده تایلند گفتم بیا، گفت کجایی؟ گفتم من بانکوکم. گفت میام. آقا اومدم پایین، اومدم پایین دیدم سجاد شده داره منو دید بعد 2 سال بابا ببین خیلی، ولی خیلی حس خوبی بود. من یعنی نه رفیقاتو که میبینی یا اصلا هم کشوری تو که میبینی حال بهت میده، حالت خوب میشه. من اصلا ذوق اینو داشتم بیام، خانومم اینجوری میگه چیه خوشحالی داری میری؟ ببین این دیا داره الان با ما بوده، من تو این 1 هفته اساسا تو هواپیمایی که داشتم میومدم یک بار الان دیا داره میشتم، ما راجع به بوکس صحبت نکردیم، همش داشتم میگفتم من با امید این کارو کردم، من با نصف خاطر با آره حالا ایناشو قطع کنی اتوش داریم در میاریم، ما با امید این کارو کردیم. اسم دایمیات خلاصه خیلی یعنی رفاقتمون خیلی خوب بود. گفتی که ما گواهینامه موتور میخوام بگیرم. ببین من یاد اون موتور افتادم که وسط خیابون. یادته؟ من اون یادم نبود. شب بود یهو گفتیم آقا بلند بریم چیز بخوریم. چیه این گاریا هست؟ نه بابا این گاریا بودن جوجه بلال و اینجور چیزا میدن، خیابون کباب میدن و فلان جوجه میدن و اینا. گفتیم امید موتور سوار خیلی خطرناکه. بعد گفتیم آقا بریم اونجا، رفتیم و بعد دفعه داشتیم گفتم طرف مثلا چی بزنه چی نزنه، بعد سالا اینجوری شد من یه دور بزنم، گفتم بعد مشتی بابا آقا سوار شد رفت وسط اتوبان خاموش داد میزد امید کن. آره ببین منم هی داد میزدم امید. من حالا میخواستم جلوی دختر خودم نشون بدم، مثلا آبروم رفت. امید میدونم قضیه چی، ولی داره قرمز میزنه، یعنی داریم تو ضبط میکنه. این چجوری وصل میکنه؟ اینجوری ببین امید چقدر سریع وصلش کرد، یه دونه داشت چاق. اوکی همینجوری زدمش. اینو با فشار بدی با من اینجا نگه نزنی بچه کانادایی. خلاصه الان اومدیم پیش امید من الان دیدمت احساس میکنم مثلا اوکی، یعنی همیشه هم دیگه رو دیدیم، یعنی احساس نمیکنم بعد 5 سال دقیقاً خدا شاهده خیلی نرماله برام، انگار مثلا دیروز باهاش بودم. دقیقاً همینجوریه. ما چند وقت پیشم همین سجاد دیدم، احساس کردی مثلا همین هفته پیش با هم بودیم. ببین یه نیم ساعت اولش یه ذره چی بود، بعد با هم رفتیم بیرون، رفتیم تو شهر گشتیم فلان میسا، اینجوری گشتم میگفت امید انگار همش با هم بودیم.
انگار همین دیروز با هم بود، اصلا انگار نه انگار که انقدر تایم بود. میدونی چرا؟ اینو به خاطر رفاقتایی که آره واقعا هست مونده. شاید من اینو میگم احسانم ببینه، من اومدم آلمان، احسان هنوز نیومدیم هم دیگه، 3 سالم گذشته. شما که رابطتون تو ایران هم الان هم خوبه، تو ایران هم خیلی خوبه، ولی نشده. من اوایل اومدم آلمان از دست خیلی ها ناراحت شدم، خیلی ها رو آنفالو کردم، رفیقای آلمانی که اینجا داشتم و ازشون انتظار داشتم که مثلا من اومدم حداقل یه زنگ بزنن حالا هم بپرسن یا یه تایم بذارن، یا نمیتونن مثلا یه تصویری که میتونی زنگ بزنی بگی امید اومدین حالت خوبه؟ کاری نداری؟ چیزی رفتی زبون بلد نبودی به من بگو. خدا خیره یه رفیقم بیشتر نیومد، رضا از فرانکفورت. روزی که اومدم اینجا رسیدم رفتم قرنطینه شدم، فرداش دیدم با ماشین اومده بود از فرانکفورت، کوبیده بود اومده بود با ماشین پشت در. این عموها برام یه مشنبه خوراکی گرفته بود آورده بود. خیلی اونو هیچ وقت یادم نمیره. بعد آقا ولی اونایی که من از این هیچ انتظاری نداشتم اونجوری بود، از اونایی که انتظار داشتم پیامم ندادن بهم که بگن امید حالت خوبه. آقا من گفتم یه ماه گذشت، گفتم آقا شاید درگیرن، 2 ماه گذشت، 3 ماه گذشت، الان شده 3 سال. یه بار درگیری، 2 بار درگیری، ولی دیگه بعضیا رو من همیشه تو رفاقت صدمو گذاشتم. یعنی یک نفر رو تو الان زنگ بزن بگو امید تو رفاقت 99 گذاشته، من همیشه 100 گذاشتم، حتی شده به چخ رفتم، یعنی شده باشه به چخ رفته باشم ولی 100مو گذاشتم. ولی اومدم اینجا دیدم نه، اوایلش هم اولش خیلی نارمال، ولی الان که دیدم نه، هی که میگذره سبک زندگی اینجوریه، هم سبک زندگی اینه، هم خیلی مشکلات هست، هم الان خود فاطمه نتونست بیاد. چرا؟ چون میره سر کار، ترمین داده. Abi can bu kiminki de? Büyük döner. Ya ama büyük döner ama dedim tale içinde olsa tele aynı tele bu zaten özü yese. Şeyde tele de mi olsun? Ya tele de olsun. Onu istedim. ببینید ما توی آلمانیم دارن ترکی صحبت. Alman و Türkiye gerefte. Ya. Ya bu da güzel. Bu da güzel ama onlar bunu tökesen bir tane tela içinde bu izi götürse. That's okay. 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 Bunu yesin. Okay. Ben yapayım Kanada onunla götürsün neredeyse. Okay, daha istemez. Yok istemez. Yok, dank schön. این مال منه؟ Vielen Dank. Ya. Tamam. İnşallah. Bu şarf, bu normal. Ya, okay. İnşallah. Ya. Yarın saat kaçta? Ferdi saat çende bu? 6 start 6'da. Saat 6'da. Ya, saat 6'da başlar. 5 Ya. Abi can kula içsen. Kula nuşabe. I'm okay. Çera? Nuşabe de da. 2 tane de zero kula bizi bilirsen. Ya. Şişem olsun. Her şeyi sen seviyorsun. Her şey biz Türkiye her şey geldi. So great. Thank you. Big Döner, yes. Yeah, it's so great. King Döner, Big Döner. Abi can bir şey yoktu bunun koyusun onun üstünde tökmesin bu. بیاین از این دونارتای Bu istir zat içerler. Bu juru bura. Ya alan miyare. Alan yeçi miyare ki onu بذاری سینه بذاری روش. نه داداش الان میاره دی. Video tutur ya. This for TV. Ya. من اومدم 90% کارم تو آلمان. Sos ekstra. sos ver. اومدم آلمان همین ترکی 90% کار منو راه انداخت. اصلا بابا تو من اومده بودم هامبورگ متروش چیز ترکی داره، یعنی هر جا میری اپلیکیشن ترکی. کاپیتان تیممون ترک بود مراد. همون روز اول من گفتن یه ترک اومده، بوده اومد گفت تو هم اتاقی هم ببریم. گفتم چرا؟ گفتم که گفتش دلم واسه ترک تنگ شده بود یا میشه من. بعد انقدر با هم رفیق شدیم با مراد مثل خودت که زنگ میزنه مثلا میگم بلند شو بیا شب خونه یه دونه میخوام میکوبه برلین 4 ساعت میاد، اون زنگ میزنه من میرم.
یعنی اینجوری رفیق شدیم ما. تشکر. امید واقعا اینجوریه، یعنی اینجوری رفاقت میکنه که حتی منی که خیلی اخلاق خاص داره یعنی خیلی با هم میگن و خیلی احساساتیه، یعنی این خودمه، یعنی الان اشکمون در من یه آخر با کی گریه کردم من یه نفر رو ببینم ذوق زده بشم، ولی واقعا اصلا خیلی تازه سعی کردم خودم رو کنترل کنم نشینم تو خیابون. واقعا من خیلی حس خوب دارم. اینو یادته یه بار من داشتم با یه نفر تلفنی یه بار داشتم تلفنی صحبت میکردم، نگو داشتم یه نفر کات میکردم، بعد من همچنان داشتم پلی استیشن بازی میکردم، بعد داشتم به اون میگفتم ببین عزیزم مثلا زندگی ما اینجوری بوده که من خیلی تو رو دوست دارم ولی نمیشه و اینا، مثلا همینجوری حرفایی که پسر بعد روش نمیشد مثلا به طرف کات کنه. ما یه ایراد بدی که داریم خجالت میکشیم، میگیم آقا مثلا از تایپت خوشم نمیاد. آره داشتم اینجوری میگفتم آسمون رو ریسمون رو به هم میزدم، بعد میگفتم که مثلا یه جوری داشتم جلوه میدم که انگار من یه چیزی رو باختم. آره ولی نمیتونم. من اینجوری داشتم من خیلی خونسرد و چی مثلا داشتم چرت میگفتم، اینا نگاهی رو تخت کردم دیدم امید داره اشک از چشمای داداش چرا؟ گفتم بابا دارم فیلم بازی میکنم تو چرا گریه میکنی؟ گفتم لعنت بهت. تو شدم گریه کردم رفتم از اتاق بیرون، هیچ وقت یادم نمیاد. یعنی اون دختره اینجوری گریه کرد. گفتم منی که کنارت نشستم میدونم خبر دارم گریه میکنم. وای به حال اون بدبخت. خلاصه ما سر زبونی داریم، نه ما پیر شدیم زمانی. آقا میچون کن. داداش بفهم.